خب ببینید واسه این کشی قشنگ دستو میکنی تو کون حریف تا جایی که میتونی میری پایین که یه وقت لپش در نره. این خیلی نکته مهمیه که هر کی زودتر دستشو بکنه تو کون اون یکی و پاچشو بگیره و به چرخونه امتیاز داره. این کشتی اصلا خوراک بچه محلای ماست، چون من یادم از همون قدیم این بچه ها دستشون تو شلوار این اون بود. خب بعد فقط یه چیزی هست، باید امتیازگیری ها مشخص بشه. امتیازگیری ها الان انگشتیه، یعنی انگشت شست، اشاره و وسط، اینا امتیازاش باید فرق داشته باشه دیگه. انگشت شست چون فنی که میخوای بزنی یه خورده کجه، امتیاز خیلی بیشتری باید داشته باشه، مثلا 2 امتیاز داشته باشه. و اینکه ما باید این انگشت رو فرو کنیم داخل نگه داریم یا نه تعدادیه، مثلا 5 ثانیه نگه داریم امتیاز ثبت بشه یا نه 1 2 3 4، مثلا این شد 4 امتیاز. و اینکه آقا ضرب فنی، من به نظر من ضرب فنیشو بذارین وقتی که طرف تا آرنج داخل جا داده و شاید 6 ثانیه 7 ثانیه نگه داره و طرفو ضرب فنی کنه. این برای ضرب فنی خیلی خوبه. واقعا کشتی قشنگیه این کشتی. به جدید اومده روی بورس، بهش میگم باسن کشتی.